پیشوای محبوب ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب عالی امام علی رحمان، قدم های مبارک شما را در ناحیه تازه بنیاد شهر نو خیر مقدم میگویم. خوش آمدید. یک جان تشکر. سلامت باشید. من قادر و عبدالعزیز اشتراکچی دو جنگ فنلاندیا و جنگ بزرگی وطنی، سابقه دار مهنت، آموزگار، علاشی معارف خلق می باشم. احسن. در دوام عمری 101 سالگی ام. تمام گرمی و سردی دنیا را دیدم و تمام پستی و بلندی دنیا را دیدم و مشاهده نمودم. اما در یک مدتی کوتاه در دوره راهبری شما در سری دولت ترقیاتی گل شکفته ایستاده شهر و دیهاتی وطنی خودم را هم دیده ایستادم. این را مشاهده کردم. اینقدر ترقیات، ساختمان های عظیم، تونل و راه های وسیع، مکتب و دانشکده ها، اینقدر طبابت خانه و انشاءات ها، باغ و گل میدان ها، مهمان خانه های زمانوی برای مهمان، این با آسانی به وجود نآمده از جناب عالی. این همه با غمخواری، با شرافتی، مهنت دوستی و وطن دوستی شما با وجود آمده است. این همه با تلاش های شبانه روزی شما با وجود آمده است. اینا کی نمیداند؟ جناب عالی، ناحیه شهر نوی ما و یکی از دیه های کلانترین مانند بود، اما در نتیجه غمخواری و رهبری شما این ناحیه شهر نو حاضر به یک شهری ترقی کرده ایستاده نمونوی مبادل گشته ایستاده است. تاجیکستانی من باور دارم که تاجیکستانی ما در آینده یکی از دولت‌های ترقی کرده نمونوی می شود. شما اساسگزار صلح و وحدت، شما پیشوای ملت تاجیک و تاجیکستانیان، برای خلق ملتمان بسیار جانبازی ها کردید، بسیار عذاب ها کشیدید، حتی برای سرجم کردن گریزگان خلق ملتمان جان خود را دریغ ندانستید. شما برای هزارها ما بر این معیب و مفتداهای جنگ بزرگی وطنی بسیار غمخواری ها کرده ایستاده اید. حتی در روزهای عید غلبه به تمام اشتراکچیان جنگ بزرگی وطنی کمک و مبلغ های خود را فرستاده می ایستید. ما با شکرانه این غمخواری های شما همه وقت شما و اهل عائلتان را دست به دعا میگیریم. 2015 من را همچون اشتراکی جنگ به شهر مسکو پکلان گره دعوت نمودند. سال 2019 همچون آزاد کننده بلاکاد شهر لنینگراد و سنت پترزبورگ دعوت نمودند. اینها همه غمخواری های شما جناب عالی. برای همین من از اهل این اشتراکچیان جمع آمد خواهش میکردم که برای همه خدمت های شما، کارهای خیر شما دستی دعا بردارند. آمین. سبحان الله به هر دمم یارم توی
سبحان الله کشایشی کارم تویی. سبحان الله به عزت کل فیکون. سبحان الله مراد همین جناب عالی را حاضر کنی و به عمری 1000 ساله با برکت داخل کنی. الله اکبر. رحمت. یک جان تشکر. سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. سایبان سر ما باشید. حسن. حالا مرمشید سخنگویی را یاد گرفتن در کار 101 شبیه تاریخی قضیه هر کس را در این 30 سال باید کردن میتون نمیست. آفرین شما را. آفرین. جناب عالی، من از شما یک گله دارم. ما به همه چی میرسد. گله من همین که شما در ناحیه ما بسیار کم میبیایید. اگر در ناحیه ما تیز بیایید، اگر با شرافت قدم های شما همه چی فراوان می شود. قبول. خدای تعالی عمرتان هرچه سبز کند، عمری با برکت بینید، سلامت باشید، خوشبخت باشید، صاحب فرزند شوید، صاحب نبیره و عبیره شوید. همین آرزوها میکنیم، توی میکنیم، معرکه میکنیم، خرسندی میکنیم و آرزوی هر یک پدر و مادرم همین است. لیکن بیایتان همین را در اصل کنیم. با بدبختی تله ندهیم. عاقبت چی می شود؟ 18,000 فرزندی که در مؤسسه‌های وی است نگاه داشته می شود. این وظیفه دولت عزیز زیاد در نزد پدر و مادران و عائله هایی که معیوب به دنیا فرزند میارند آیا خوشبخت می شوند؟ حیاتشان شور می شود، تلخ می شود، یک عمر اذیت می کشند، عمری با برکت نمی بینند. من به شما یک مثال میارم. من روز 29 دکبر به یک چنین مؤسسه رفتم در ناحیه ورزا و با اون بچهای مریض و مادرزاد معیوب و دیگران تحفه ها بردم، سر لباس بردم، با آنها صحبت کردم. یک پسر بچه 10 ساله که در عراق بچه معیوب میشیند، پایهایش کار نمی کند مادرزاد، وقتی با همه صحبت میکردم با من رو آورده گفتن بابا جان من در گوش شما یک گپ دارم. من فکر کردم که ممکن مربیان یا کسی اذیت دادد. من خم شدم، گوشم نزدیک آوردم، آغوش کرده در گوشم چی میگوید؟ بابا جان شبها پاهایم درد میکند، من رو با یک جا فرست که طبابت کنم. من چی جواب دیم؟ من جواب دیم که پسر عزیز دیگر این کسری تو طبابت شونده نیست. چی گویم؟ چی جواب دیم؟ این یک دنیا هزارها و زیاد شده این سال است. ما دیده دانسته فرزندان را، بعضا پدر و مادر را، بعضا چیزهای دیگه که خرافاتی و دیگر را گرفته تله میدیم به همین چیز. کارهای خیر شما دستی دعا بردارند. آمین. سبحان الله به هر دمم یارم تویی. سبحان الله کشایشی کارم تویی. سبحان الله به عزت کل فیکون. سبحان الله مراد همین جناب عالی را حاضر کنی و به عمری 1000 ساله با برکت داخل کنی. الله اکبر. رحمت. یک جان تشکر. سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. سایبان سر ما باشید. حسن.
حالا مرمش شد سخنگویی را یاد گرفتند در کار 101 شبیه تاریخی قضیه هر کس را در این 30 سال باید کنار میتون نمیست آفرین شما آفرین جناب عالی من از شما یک گله دارم ما به همه چی میرسد گله من همین که شما در ناحیه ما بسیار کم میبیایید اگر در ناحیه ما تیز بیایید اگر با شرافت قدم های شما همه چی فراوان می شود کانالی ما در سامانه یوتیوب هم نوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.